سلام دوستای عزیز پارسلو، امیدوارم تا اینجا درس رو با خوب و با اراده پیش اومده باشید، تمرین کرده باشید. بچه من بعد از این درس با کتاب شروع خواهم کرد، برای اینکه فکر میکنم یه کمی همین حالاشم دیر شده. اینها مرجع در واقع دستور زبان هستن و من بعدا میام ویدیوهای لازم رو باز تهیه میکنم اینجا میگذارم، ولی برای اینکه ما بتونیم کتابمون رو توی چند فصل اول شروع کنیم تقریبا اونجایی من بهتون گفتم کفایت خواهد کرد. ولی چون ما 6 تا سکلون داریم و شما الان یا 6 تا فرم داریم، الان شما فقط 2 تاشو یاد گرفتید، اونا رو بعدم میگم، بقیه رو بعدم میگم. نکته بعد اینه که به من میگین که چرا تو فقط فعل مثبت رو درس دادی و مثلا میخوانم، میروم، این حرفا، چرا منفیاشو نمیگی؟ ببینید چون اگه منفیشو بگم باید مثال بزنم، بعد فعلای منفی میشن دروگسکلون، بعد اصلا یک دنیای دیگه میشه، اون وقت یک عالم ضمیر جدید و اینها میاد. پس فعلا رهاش کنید، چه کارش داریم حالا الان؟ بذاریم همین فرم رو یاد بگیریم. توی کتابم همینطوره، یک کمی با مکالمه آشنا بشیم، شما بتونید مکالمات روزمره‌تون رو یه خورده انجام بدید و بعد برید سراغ بقیه. خب آشنایی با ضمایر ملکی داریم. میخوام بگم مثلا کتاب من، مداد من، این کتاب منه، اون خونه منه، اون دوست منه. باید چیکار کنم؟ یک بار لطفاً تکرار کنید. موی، مال من، یا همون امن، مثلا کتاب من، مال من، یا امن توی فارسی. خیلی خوب. توی میشه مال تو. این حروف اولش نباید بزرگ بشه، من فارسی نوشتم اینا هم بزرگ شد. مال او یه مذکر، نیگو، مای اوی مذکر. بعد مال اوی مؤنث، نین. ناین مال ما دوتا، ما دوتا. واین مال شما دوتا، نیون مال اونا، بگم اونا دوتا دیگه، اون 2 نفر. خیلی خوب. بعد بریم در واقع بگم اونا دوتا، یا مثلا بگم اون 2 نفر، مال اون 2 نفر یا مال اونا دوتا. خیلی خوب. بعد ناش میشه مال ما. اینو خیلی میبینید تبلیغای بیرون، نگاه کنید اکثرش اینو داره. مال شما محترمانه یا یه گروه واش. نیهو هم که میشه مال آنها. خیلی خوب. پس بچه ها یک دور تکرار کنید. موی، توی، نیگو، نین، ناین، واین، نیون، ناش، واش، نیهو. خیلی خوب. حالا میخوام براتون مثال بنویسم، ببینیم مثال ها چه خواهند بود اینجا. خب میگم که توی موی، چی بگیم؟ توی موی استو، اون صندلی منه. بسیار عالی. خب بعد خب مویا، بله، توی مویا هیشا. پس این چون در واقع صفت هست تبعیت میکنه از اسمه، درسته؟ پس میشه مثل بلا هیشا، مویا هیشا. یه مثال، توی مو یه کلو. کلو میز به معنی با دوچرخ است. توی موی کلو. حالا میگین چرا اینطوری شد؟ برای اینکه گفتم اگر که فقط توی حالت خونسا سرد نیست بول بیاد این یک صفتی یا در واقع صفت ملکی اینجا در واقع به شکل با حرف ی، ت، چ، ش، ژ تموم بشه، در اون صورت این اوه که باید اینجا باشه میشه ا دیگه، یادتون باشه. خب پس این الان تبعیت کرد. حالا اینو من با موی مثال زدم. حالا من اینجا میخوام بگم توی مثلا توی استو، این صندلی توی تویا هیشا، این خونه توی
و مثلا باز توی کلو، این دوچرخه توه. خیلی خوب. حالا بریم سراغ نیگو. میخوام بگم این مثلا صندلی اون آقا هست. توی نیگو استو، نیگو نه نیگو او نیگو، توی نیگو استو، توی خب اینجا چی بگم؟ نیگو و هیشا. این توی اینجا چی بگم؟ نیگو و کولو، برای اینکه دیگه به اون حروف که ختم نشد، همین حالت عادی اومد دیگه. نیگو و کولو. حالا چون کولو بود اومد از این تبعیت کرد. خب کولو شبیه هم کلاست. خیلی خب، مثلا فرض کنید یه نفر داره کوکاکولا میخوره و سوار دوچرخه است، پس کولو میشه دوچرخه. خیلی خب، پس این نیگو. حالا بعدی چی هستش؟ نین. نین، توی نین استو. این صندلی اون خانوم است. پس اینجا این که مال این خانومه، اینجا قدرت نداره، صندلی قدرت داره، پس این تبعیت میکنه. خب توی نینا هیشا، این خونه اون خانم است و توی نینو کلو، این هم دوچرخشه، پس این صندلیشه، اونم خونهشه، اونم دوچرخشه. میخوایم بریم سراغ من این دوتایی ها رو مثلا میخوام بگم که این در واقع صندلی ما دوتاست یا دوچرخه ما دوتاست یا خونه ما دوتاست دیگه. فکر کنم که خودتون تمرینشو بکنید. بعدم دوینا الان تو این مرحله خیلی مهم نیست، من نوژینا رو میگم چون خیلی مهمه، چون آخرش این داره همون رو پیروی میکنه. توی ناش ستو، پس چی شد؟ توی ناش استو، توی ناشا هیشا و توی ناشه کلو. آفرین به اونی که گفت ناشه، یعنی یادشه که در واقع این قانون چی بوده. توی ناشه کلو. خیلی خوب. حالا اگه من به جای این داشته باشم واش، مثلا این مال شماست یا مال شما هست، توی واش استو، توی واشا هیشا، توی واش کلو. و اگه مال اونها باشه این واش هم مثلا شما میخوام بشه که محترمانه مثلا همسایتونه و بگید که این مال شماست، پس میگیم مثلا توی واش کلو، مثلا دوچرخه‌شو گوشه جلوی در خونه شما میگه توی واش کلو. خیلی خوب. بعد بریم سراغ آخریش که نیهو هست. نیهو این شبیه لغت‌های چینیه به نظر من. وقتی که زبانی رو یاد میگیریم جدولش کامل میشه، من براتون میخونم، اگه یه نفر ندونه این اسلوونیه فکر کنم من دارم چینی حرف میزنم. خیلی شبیه در واقع زبان و این ضمیراش خیلی شبیه چینی میشه. خیلی خوب. حالا بعد از چینی‌های پرسید تو اسلوونی زندگی میکنن. توی نیهوستو. خب بعد این میاد چی میشه؟ توی نیهو و هیشا، توی نیهو و هیشا و توی نیهو و کلو. دیگه هم مشخصه که چرا. خیلی خوب بچه‌ها، خسته نباشید. تمرین کنید. واژه بلدید، مویم تو اینا رو یاد گرفتید، الان شروع کنید با هم دیگه ترکیب کنید. یک نکته رو هم بگم، اگه من اینجا مثلا بگم که اینجا مثلا برم مویو کینیگو، من دارم کتاب خودم رو میخونم، با چترتیسکلون هم بگم، یا مثلا میگم که مثلا بگم که ایمام تویستو، من صندلی تو رو دارم. صندلی تو مثلا خونه ماست، ایمام تویستو، مثال دیگه. و یا مثلا بگم که اینجا بگم ایمامو نیهو و کلو. پس ما در واقع دوچرخه اونا رو داریم.
من همه رو تو فرم در واقع مفرد اسامیشو گفتم. وقتی هم که در واقع جمع بشه این هم حالت جمع میشه دیگه. مثلا اگه من بگم اینجا برمویو کینیگو، خب اگه 2 باشه پس برمویی کینیگی، و اگه چند تا کتاب دارم همه کتابام با هم میخونم برموی کینیگه. خیلی خوب، پس خسته نباشید و برید بیشتر تمرین کنید. سعی میکنم به زودی کتاب اولمون رو معرفی کنم. پس سپیدیم و این آدیو.